از عبدالغفار جان فقط یگانه خواهش داریم که فیلم‌های مذهبی بندازونه. اولش باید قرآن شریف باید بیزی پخش شد. یک مولوی مدرس باشه که اولش بنای ازی به قرآن باشه. این برنامه ما خیلی کم بودیم و نظر پرسونال یک نفری که ما داریم موضوع خیلی ممنونی که متنه همون در کار با وجودی که همون در مشکلات داره و با همین معاش کم همین مسئولیت ویدیش گرفته بکنه. فیلم فقط بدون شریعت نباشه، با شریعت باشه، مردم رضایت خاص داره، سرنوشت ساز باشه. فیلم‌های افغانی عنعنات ملی مونه نسبت به فیلم خارجی. فیلم افغانی که باشه بسیار فیلم‌های جالب باشه، فیلم داخل چوکات باشه نه بیرون چوکات باشه. اینجا برمیگردونه هم آماده است و میرم اینجا بشینم. او کامرا کسته که این تصویر خودم را نشان میده که من همین گزارش خود توضیح میدم برای بیننده ها و این کامرا کسته از طریق از این کامرا به خاطر که بتوصل به دستگاه به مردم به گیرنده های مردم صورت نگیره که اونما از طریق از این کامرا همزمان این کامرا قطع میشه میاد روی این کامرا که گزارش آماده میشه و برای مردم چیز میشه که قطع وصل در بین صورت نگیره. امروز هیئت از وزارت از ولایت هرات به ولسوالی کوهستان آمدن از اداره کشاورزی ولایت هرات در زمینه گزارش را آماده نمودیم که اینک آماده نشرت که با هم میبینید. دوستان عزیز بیننده های محترم به یک اعلان مفقودی توجه نمایید. یک دختر خردسند 3 ساله به نام فریده بنت لال محمد مسکونه قدس آباد مفقود گردیده است. در صورتی که کسانی که از نام برده اطلاع داشته باشند به شماره موبایل 0 799 41 99 14 به نام حاجی عبدالرسول تماس بگیرند و یا به مسجد جامع قدس آباد بیاورند. ما یک سری اعلانات هم این مردم ما ضرورت دارن. مثلا اعلانات فوتی دارن، اعلانات تجاری دارن، اعلانات مؤسسات دارن که یک مؤسسه یک جای رو یک زمین و یک چیز رو اینا به داوطلبی میگذارن و همچنین از این اعلانات هم ما از طرف مردم داخل بازار تردد داریم، رفت آمد داریم. مردم از ما این تقاضاها هم دارن که ما در پلوی کارا این اعلانات فوتی از اینا را انجام میدیم، اعلانات داوطلبی از اینا را انجام میدیم و همون گزارشاتی که مربوط به خود کاریجات باشه اونا را ما هم ثبت میکنیم و برای مردم انعکاس میدیم که مردم از ما راضی و خوشحال باشن. اکثر مردم تهدید میکنن، ما از طرف گروه های مخالف دولت هم ما تهدید میشیم، از طرف افراد هم ما تهدید میشیم. کجا بخیر؟ رو به شبکه میرم. آبا حال وقت شبکه که تو میری مردم برات کار کسبی غریبی هر روز 300 روپیه عمل کرویه بتون بدن برادر 1000 خش عمل 600 روپیه. مردم از چی آدم میتونشه؟ تو میری به شبکه قرار 6 تا اینو خبر برج 3000 برات آی بده یا نده. ول کو گم کو برو برات کار.